سلام. امروز اومدیم معرفی سردوز چهارنخ QS90 رویان. این سردوز چهارنخ سردوز پوزه‌ای هست که به خاطر اینکه حالت پوزه‌ای بودنش برای کارهای خاص مانور بیشتری کاربر داره که روش انجام بده، مثل دوخت یقه، مچ، کش کمر. میتونه از این دستگاه استفاده کنه که در ادامه بهتون طریقه کار کردن. ما روی این سردوز میتونیم غلطک‌های مختلفی بس کنیم. ما الان یه مدل غلطک بستیم که هم میتونیم کار یقه رو باشه انجام بدیم، هم کش کمر لباس‌زیرا رو که به صورت لیفه‌ای میخوایم بزنیم، که این حالت رو داره که کار رو یک دست میده بیرون. اگه خواستیم کار چیندار بشه به صورت چیندار، ولی به صورت اینکه یک دست و یک نواخت و بدون چین و صاف در بیاد، دوباره با تنظیم غلطک این کار رو میتونیم انجام بدیم. غلطک های بزرگتر هم میشه به این بس، یا حالت دیگه هم داره که ما فعلا با همین غلطک بهتون کارکردش رو نشون. کار به صورت یک دست و یک نواخت آماده بخیه زدن میاندوزه الان. بدون اینکه چینی افتاده باشه.